آخوند هدایتی و جهل به مفاهیم قرآنی. می‌فرماید آیه که بله این نکته اذ یقول لصاحبه لا تحزن، اون یار غار همراه پیامبر بوده. این کلمه لا تحزن در واقع میزان ایمان اون شخص رو میرسونه. کسی که به پیامبر ایمان داره، کسی که میگه پیامبر از طرف خدای سبحان آمده و این پیامبر رو خدای قادر متعال حمایت میکنه و پشتیبان او هست، چه دلیلی داره باز بترسه؟ پس معلوم میشه این ایمان به پیامبر و ایمان به خدا در قلب این یار غار پیامبر اون ایمان کامل نبوده. بینندگان عزیز، ببینید که این آخوند بی سواد میگوید چون آیه لا تحزن درباره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نازل شده، پس میزان ایمان ایشان را نشان میدهد و سپس برداشت میکند که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایمانش نسبت به الله و رسولش کامل نبوده، در حالی که نمیداند حزن به معنی اندوه است و نه ترس. و در قرآن کریم بارها و بارها الله عزوجل نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر پیامبران واژه حزن را به کار میبرد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. کسانی که در کفر بر یکدیگر پیشی میگیرند تو را اندوهگین نسازند، آنان هیچ زیانی به الله نمیرسانند. اراده الله بر این است که هیچ بهره‌ای برایشان در آخرت نگذارد و عذابی بزرگ در پیش دارند. و می‌فرماید يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیامبر، کسانی که در مسیر کفر شتاب می کنند تو را اندوهگین نسازند، چه آنان که به زبان می گویند ایمان آورده ایم و دلهایشان ایمان نیاورده است. و می‌فرماید قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما می‌دانیم که سخنانشان تو را اندوهگین می کند. این ستمکاران در حقیقت تو را تکذیب نمی کنند، بلکه آیات الهی را انکار می نمایند. و می فرماید ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. گفتارشان تو را غمگین نکند، به راستی همه عزت از آن الله است و او شنوای آگاست. و می‌فرماید فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس گفتارشان تو را اندوهگین نکند، ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکار می کنند می دانیم. و می فرماید لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. به چیزهایی چشم مدوز که برخی از کافران را از آن بهره‌مند ساخته ایم و بر آنان اندوهگین مباش
و بال مهر خویش را برای مؤمنان فرود آورد و می‌فرماید واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. و شکیبایی نما و شکیبایی و صبرت تنها به توفیق الله است و بر آنان غم مخور و از مکر و نیرنگشان دلتنگ مباش. و می‌فرماید ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. و بر آنان غم مخور و از نیرنگشان دلتنگ مباش. و یا به نقل از یعقوب پیامبر علیه السلام می‌فرماید قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. گفت این که او را ببرید مرا غمگین و دلواپس می کند و می ترسم در آن حال که از او غافلید گرگ او را بخورد. و باز در مورد یعقوب پیامبر علیه السلام می فرماید وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. و از آنان روی گرداند و گفت دریغا بر یوسف و چشمانش از اندوه سفید شد و وجودش آکنده از غم و اندوه بود. و در سوره یوسف آیه 86 می‌فرماید قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. گفت از غم و اندوهم تنها به الله شکایت میبرم و از سوی الله چیزی میدانم که شما نمیدانید. و یا خطاب به مریم علیها السلام میفرماید آنگاه از فرودستش ندایش داد که اندوهگین مباش، پروردگارت زیر پایت چشمه آبی پدید آورده است. و یا در مورد پیامبر الهی لوط علیه السلام می‌فرماید ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و هنگامی که فرستادگان ما به سوی لوط آمدند به علت حضور ایشان ناراحت شد و دستش از حمایت آنها کوتاه گردید. گفتند مترس و غم مخور که ما تو و خانواده ات را جز همسرت که از باقی ماندگان است نجات می دهیم. و یا از دعای بهشتیان این است وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. و میگویند حمد و ستایش از آن الله است
که غم و اندوه را از ما برطرف کرد. بیگمان پروردگارمان آمرزنده و قدر شناس است. بینندگان گرامی، در تمام این آیات الله عزوجل نسبت حزن به رسول الله و یعقوب و لوط و مریم و مادر موسی علیهم السلام می دهد. آیا این العیاذ بالله نشانه بی ایمانی یا نقص ایمان آنهاست؟ وقتی الله عزوجل موسی و هارون علیهم السلام را به سوی فرعون میفرستد، خطاب به آنها میفرماید: قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا. فرمود نترسید، من با شما هستم، میشنوم و میبینم. اما وقتی موسی علیه السلام عصایش را بر زمین میزند و عصا تبدیل به مار میگردد، موسی خود از آن میترسد، چنانکه الله عزوجل در قرآن کریم میفرماید: فأوجس في نفسه خیفة موسی در درونش ترسی احساس کرد. و نه تنها موسی میترسد، بلکه پا به فرار می نهد، چنانکه الله عزوجل میفرماید: وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. و ندا آمد که عصایت را بینداز، و چون عصایش را دید که همانند ماری می جنبد، پا به فرار گذاشت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. ای موسی، پیش بیا و نترس، به راستی تو در امان هستی. بینندگان عزیز، وقتی موسی علیه السلام که کلیم الله هست و الله عزوجل بدون هیچ پرده‌ای با وی سخن گفته و همراهی تام خود را با او اعلام کرده، از دیدن مار می‌گریزد، آیا شایسته نیست که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در آن شرایط حساس که چیزی نمانده بود مشرکین به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دسترسی پیدا کنند، نگران جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده و اندوهگین شود؟ آیا ترس موسی از مار و گریز وی نقصی در ایمان وی ایجاد می کند؟ این چه توجیهی شما دارید میکنید؟ چه کار وقیحیه؟ این لکه ننگ در تاریخ شبکه شما، در تاریخ زندگی شما آقای محترم میماند. این رو مردم میشنون، حتی سنی ها وقتی این رو میشنون با تمام توان لعن بر شما میفرستن. خدا به شما فکر بده، عقل بده، کم وجدان بده.